دستگیری ایسین و تعدادی از عوامل درگیری خیابونی رپرها. از اقدام خود پشیمان هستم و از عوامل پایگاه دوم سازمان اطلاعات و مرجع قضایی دادسرای ناحیه 5 عذرخواهی می‌نمایم. واکنش کاگان به فیلم معذرت‌خواهی ایسین. سلام ستونا، خوش اومدید به ویدیوی جدید رپفور. حتما قبل از شروع این ویدیو رو لایک کنید تا یه حمایتی از ما کرده باشید. همونطور که همتون در جریانید، چند وقت پیش ایسین به همراه رسام سهرابی و بقیه دوستاشون رفتن که سجاد چایی رو خفت کنن که همین باعث شد درگیری بین اونها بالا بگیره و توی لایو اینستاگرامشون قراره دعوا بذارن. حالا نوبت منه. من لوکیشن میدم شما بیاید. کیرم تو ناموستون. من لوکیشن میدم، میخوام ببینم میاید یا نه، میخوام ببینم این کیرگوزیایی که میکنید واقعیه یا نه. فردای همین اتفاقات پلیس غرب تهران اعلام کرد که برای عوامل این درگیری پرونده تشکیل داده شده و به زودی با همشون برخورد میشه. بعد از این جریان خبر دیگه‌ای از این درگیری نشد تا همین چند دقیقه پیش که فیلم معذرت‌خواهی ایسین، رسام سهرابی و اشکان لئو رو توی پیج اینستاگرام خودشون گذاشتن. خانه بارش صیادی معروف به ایسین که در هفته گذشته اقدام به اختلال در نظم عمومی و همچنین کوریخوانی در فضای مجازی نمودم، از اقدام خود پشیمان هستم و از عوامل پایگاه دوم سازمان اطلاعات و مرجع قضایی دادسرای ناحیه 5 عذرخواهی می‌نمایم و دیگر این غلط را تکرار نخواهم کرد و اقدام به گندگویی هرگز نخواهم کرد. رسام سهرابی معروف به رسام که در هفته گذشته اقدام به اختلال در نظم عمومی همچنین کوریخوانی در فضای مجازی نمودم، از اقدام خود پشیمان هستم و از عوامل پایگاه دوم سازمان اطلاعات و مرجع قضایی دادسرای ناحیه 5 عذرخواهی نمودم و دیگر این غلط را تکرار نخواهم کرد و اقدام به گندگویی نخواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب اشکان شکاریان مقدم معروف به اشکان لئو که هفته گذشته اقدام به اخلال در نظم عمومی و همچنین کوریخوانی در فضای مجازی نمودم، از اقدام خود پشیمان هستم و از نیروی انتظامی و مردم و همچنین مرجع قضایی دادسرای ناحیه 5 عذرخواهی می‌نمایم و دیگر این غلط را تکرار نخواهم کرد. بعد از پخش شدن فیلم معذرت‌خواهی ایسین، اشکان کاگان توی چنل تلگرامش نوشت: جوونید و جویای نام، فکر این باشید که زندگی خودتون و خانواده‌تون رو بهتر کنید. و بعد از اون سوالک توی چنل تلگرامش نوشت: تنها پوینت مثبت جمهوری اسلامی جمع جور کردن این اراذل سگ قیافه است. همینطور راستا توی چنل تلگرامش نوشت: ویلسون 3 سال پیش یه حرفی زد که شماها باور نکردید. جنگ‌های واقعی توی ایران کسایی هستن که لباس سبز تنشونه، چه بخوای باور کنی چه نخوای.